نوروز جشن قدیمی است که آن را اکثر مورد همچون آغاز بهار و احیای طبیعت جشن میگیرند. ولی اگر از زاویه دیگر، از نقطه نظر علم، فلسفه، روانشناسی یا حتی اقتصاد نظر اندازیم، میبینیم که این جشن معنی عمیق‌تر و پیام‌های گوناگونی دارد. نوروز تنها یک جشن فرهنگی نیست، بلکه پدیده استرونومی نیز می باشد. آن به لحظه برابری شب و روز راست می آید، وقتی که محور زمین به آفتاب طور جایگیر می شود که در تمام جهان شب و روز برابر می گردد. این معنای آغاز واقعی بهار را دارد. استرونوم ها ثابت کردند که این رویداد نه تنها آغاز یک فصل سال، بلکه ابتدای نوسازی محیط زیست است. هوا گرمتر می شود، رستنی ها سبز می شوند و طبیعت به مرحله نوی رشد می درآید. از نگاه روانشناسی، نوروز یک مرحله مهم برای نوسازی روحی و روانی می باشد. چرا مردم خانه های خود را پیش از نوروز تازه می کنند؟ چرا لباس های نو می پوشند؟ این همه نشانه آن است که انسان ها طبیعتاً به تغییرات و نوسازی نیاز دارند. به گفته روانشناسان، تازه‌کنی خانه و پوشیدن لباس نو یک جزئی روند است که به تازه شوی روانی و از بین بردن فکرهای کهنه مساعدت می‌کند. نوروز برای تجارت و اقتصاد نیز یک نقطه مهم است. پیش از جشن مردم بیشتر خرید می‌کنند. لباس‌های نو، محصولات غذایی، تحفه‌ها و آرایشات جشنی. تحلیل ها نشان می دهند در کشورهایی که نوروز جشن گرفته می شود، گردش سودا در ماه‌های پیش از نوروز افزایش می یابد. این بر رشد صاحبکاری، مخصوصاً در بخش هنرمندی، سودا و سیاحی تأثیر مثبت می رساند. نوروز جشن است که ملت‌های گوناگون را متحد می سازد. این معنای آن را دارد که نوروز تنها یک جشن محلی نیست، بلکه یک جشن جهانی می باشد که ارزش‌های عمومی بشری، دوستی، صلح و احترام بین همدیگری را ترغیب می کند. اگر از زاویه شخصی نظر کنیم، نوروز فرصت خوب است برای تجدید نظر به خود، هدفها و نقشه‌های نو. همانطوری که طبیعت احیا می شود، انسان نیز می تواند خود را احیا کند. فکرهای بد را دور کرده برای زندگی نو آمادگی گیرد. در فرهنگ ما نوروز یک مرحله پاکشوی و بخشیدن کینه ها نیز می باشد. همین است که در این روز آدمان کوشش می کنند با همدیگر آشتی نمایند، دلها را از کینه پاک سازند و با نیت‌های نیک به سال نو قدم گذارند. سلام بینندگان عزیز، اینک فصل بهاران به دیار خرمزمین به تاجیکستان آفتاب رویه ما قدم رنجه نموده است. بله، فصل بهار به مرد دهقان کار، به زمین سبزه و به درختان گل و غنچه عطا می کند. همزمان فصل بهار در پی خود یکی از جشن‌های بزرگ را دارد که این جشن نوروز بین المللی می باشد که همگان آن را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می نمایند. و امروز ما اهل گروه ایجادی تلویزیون علم و طبیعت در همکاری با دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده سیر نوروزی تشکیل کرده ایم. بله، می رویم. ای هم نفسان، مژدک نوروز بهار است. در صبح فضای وطنم ترنه قطار است. آن مرد که دلتنگ بود در خانه تنگش، بر اسب سمندی هوسش باز سوار است.
دارند نفسی گرم دیگر آب و گلی سرد. در شیره گل چهچه شیرین هزار است. بر آمدن مهوش گلبوی بهاران چشم فلک غمزده دو دیده چار است. فیضی که زی هر ناحیه ریزد به دوشنبه سرسبز از آن وادی دلجوی حصار است. از پاکی خاکی گلافشانی نوروز آن دشمن پارینه ببین خویش و تبار است. از دامنی شب شب نمیتر میبارم، گل که از چهره پرده میبردارم، بلبل سر شاخه هنوز بدارم، هر جا نگاهی پیکی بهاری دارم. دریاچه شوخ از دل کوه میریزد، از خاک و دمن سبز و گل میخیزد، عاشق با امید یک سلامی لبیار، گردی ره یار به گردی گل میبیزد. نوروز رسیدن تو بیا شاد برقصیم، با صوت و نوا پیامی خوش باد برقصیم، دوریز و منک شرق زنیم دف بزنیم با شکری در و خانه آباد برقصیم، دوریز و منک شرق زنیم دف بزنیم با شکری در و خانه آباد برقصیم. در خانی همه کل چم و شیرین باری، بر لب همه تبریک و دعا میگویم، تا سالی دیگر خوشیم و خوش روزگاری. نوروز رسیدن تو بیا شاد برقصیم، با صوت و نوا پیامی خوش باد برقصیم، دوریز و منک شرق زنیم دف بزنیم با شکری در و خانه آباد برقصیم. نوروز رسیده تو بیا شاد برقصیم، با صوت و نوا پیامی خوش باد برقصیم، دوریز و منک شرق زنیم دف بزنیم با شکری در و خانه آباد برقصیم، دوریز و منک شرق زنیم دف بزنیم با شکری در و خانه آباد برقصیم. آره، با کدومی فصل زیبای سال، بهار که آن را عروس سال هم نام میبرند، مردم با خوشنودی، طب و روحی بالیده، آمادگی همه جانبه و اجرای رسم و آیین‌های خاصه جشن بزرگ ملی عید بین المللی نوروز را تجلیل می نمایند. در سیر نوروزی ما که در باغ فرهنگی و فراغتی به نام واسه تشکیل و برگزار کرده شد، هیئت استادان و کارمندان و دانشجویان دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده با آراستن دسترخوان 7 سین و 7 شین، تأسیس گوشه های هنرمندی و دیگر آیین‌های این جشن سرتاسری حضور پیدا کرده به محفلمان شکوه و شهامت دیگر ضم نمودند. در ابتدای سیر نوروزی راویان دانشگاه مهمانان و دیگر از اشتراکداران را با لفظ و کلام شکرین استقبال و خوش آمدید گفتند. درود
مهمانان ارجمند و اشتراکداران نوروز بین المللی، قدوم مبارک شما را به باغ فرهنگی و فراغتی واسع خیر مقدم میگوییم. امروز اهل دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده اینجا جمع آمدند. هیئت پروفسوران و آموزگاران و دانشجویان این بارگاه علم و معرفت در جشن احیای طبیعت منظره نوروزی را تهیه نمودند که مهمانان ارجمند را با کمال ادب و احترام به سیر این زیبا منظره دعوت می نماییم. هیئت دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده پیوسته در زمینه دستور و هدایت‌ها و پشتیبانی از سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت فعالیت خیش را در عمل تطبیق نموده امروز تنتنه نوروز بین المللی را که تحت عنوان نوروز بین المللی در دانشگاه بین المللی را دایر می نمایند. Уважаемая публика, дорогие гости и участники международного праздника Навруз, мы рады приветствовать вас в этом прекрасном парке культуры и отдыха ВОСЭ. Сегодня мы собрались здесь вместе с преподавателями и студентами Таджикского международного университета иностранных языков именем Сотима Улугзаде, чтобы встретить праздник весны с радостью и вдохновением. Мы подготовили для вас удивительное весеннее представление, полное национальных традиций, красоты и теплых поздравлений. Добро пожаловать! Таджикский международный университет иностранных языков имени Сатима Улугзаде с гордостью продолжает свою просветительскую деятельность в духе наставлений и мудрой политики лидера нации. Сегодня, в этот торжественный день, мы с радостью отмечаем Международный Навруз под символичным названием «Навруз в Международном университете». Этот праздник объединяет нас, напоминая о величии традиции, о силе знания и взаимопонимания. Greetings, dear respected guests and participants of International Nowruz holiday. I would like to welcome you all to this entertainment park named after WASI. Today, all the teachers and the staff of the International University of Foreign Languages, named after Sotiem Ulugzoda, have gathered here. The professor and the teachers of university here prepared a performance dedicated to Nowruz holiday, and we would like to welcome them. The team of the professors and teachers of International University of Foreign Languages named after Sotiem Ulugzoda always follow the educational policies of the founder of peace and national unity, and they try to implement them. On this basis, today we have prepared an entertainment performance under the title International Nowruz in International University.
نوروز نه تنها آغاز بهار بلکه روزنه بدیل مردم است. جشنی که شادی و احساس نوسازی را به هر خاندان وارد می سازد. چشم مردم با آمد این جشن فرخنده می درخشد. تبسم به لبها می آید و محیط زندگی از مهر و محبت پر می شود. این جشن باستان از ابتدا تا امروز چون رمز صلح و آسایش و بیداری طبیعت و عالم و آدم شناخته و دانسته می شود. در طول تاریخ سرچشمه‌های معتمد علمی اثبات نمودند که جشن نوروز با زمان حاکمی یا پادشاهی شاه جمشید راست می آید، زیرا فردوسی در شاهنامه خویش قید میکند که جهان انجمن شد بر تخت اوی و زان بر شده فره بخت اوی، به جمشید بر گوهر افشاندند مرا روز را روز نو خواندند. و این سرچشمه ادبی و علمی و معتمد تاریخی گواهی آن است که نوروز همچون جشن نیاگان، همچون جشن طبیعت، همچون جشن بیدارشوی طبیعت از زمانهای قدیم جشن گرفته می شد. و امروزها در تاجیکستان صاحب استقلال که با پیشنهاد پیشوای ملت نوروز جهانی شد، در سراسر تاجیکستان و حتی در حوزه نوروز آن را جشن می گیرند. زیرا اگر از نگاهی مفهوم، محتوا و پرینسیپ‌های جشن نوروز نظر افکنیم، آن جشن طبیعت است، یعنی به یگان چیزی دیگر علاقمند نیست. بیدارشوی طبیعت، آغاز کشت و کار و امثال این. اینچنین در سرچشمه‌های دیگری علمی نیز وابسته به نوروز عجم اشاره ها رفته است، مخصوصا در نوروزنامه عمر خیام نیز وابسته به نوروز که در اساس تقویم آن وقته تهیه نموده خود عمر خیام معین شده است و عمر خیام برابر شدن شب و روز را که از روی گردش آفتاب است همچون نوروز معرفی کرده است. یعنی در این روزها آفتاب بعد برج خود رسیده، شب و روز به واسطه برابر می‌گردند که همه این گواهی آن است که ملت تاجیک صاحب تمدن بوده در طول تاریخ. با این تمدن خود، با این فرهنگ خود، با این رسم و جشن و عنعنات خود در بین دیگر قوم و ملت‌ها و کشورها مقام خاصه دارد. امری معلوم شده است که نوروز نه فقط چون پیشتر همچون یک جشن ملی یا که یک جشن قومی در دایره یک گروه مردم‌هایی که مثلا اصلا آریایی هستند و بعد مردم‌هایی که طی هزار سالها در همسایگی آریایی‌ها زندگی کرده اند و از اینها یاد گرفته اند، در اینجا جشن گرفته میشد. این تا به نزدیکی، اما بعد از سال 2010 این نوروز بر فهرست میراث‌های غیر مادی یونسکو داخل گردید و در تمام جهان البته وابسته به همون سلیقه مردمان و فرهنگ و مدنیت خاص مردمان نوروز تجلیل کرده میشه. به بهار و نوروز در ردیف برزگران اساساً زنان و مادران و بانوان دلبستگی بیشتر پیدا می کنند. آنها در این روزها خود را همشبیه طبیعت آراسته و پیراسته کرده و آماده کردن نوهای گوناگون طعام‌های ملی که خاص نوروز و برگرفته از گل و گیاهای بهاری می باشند مشغول می گردند و در اطراف خوان زیبای آراسته اشان شعر و سرود می خوانند. ای دوستان مهربان، مهرآوران،
خوش آمدید. ایزد شناس و قدردان صاحب دیلان خوش آمدید. شادیم از دیدار دوست، از لطف و از گفتار دوست. در محفل گل باغ دوست ای گل رخان خوش آمدید. یکی از خوراک‌های خاص نوروزی این دلده است. حالا از فریده میپرسیم که این خوراک چگونه آماده می شود؟ خوراک دلده یکی از خوراک‌های قدیمی خانی نوروزی تاجیکان به شمار می رود و این خوراک در منطقه‌های گوناگون جمهوریمان با طرزهای گوناگون آماده کرده می شود و در همه منطقه‌های کشورمان با نام‌های گوناگون نیز استفاده می‌برند. مثلا قسم از مردم تاجیک ما این خوراک را با نام دلده می‌شناسند که در ترکیب این خوراک گندم، دانگی‌ها یعنی نخود، لوبیا و از گیاه‌های طبیعی که مخصوصا در فصل بهار این گیاه‌ها میرویند و خیلی شفا بخش هستند در ترکیب این خوراک استفاده برده می شود و این خوراک برای سلامتی انسان نیز خیلی فایده آور است، چون که هر چیزی که در این خوراک استفاده می شود از موادهایی که مثلا برای سلامتی انسان خیلی شفا بخش هستند استفاده برده می شوند و در منطقه تاجیکستان ما که بیشتر گیاه‌ها طبیعی هستند و خیلی فایده آور هستند، این چیز برای مردم تاجیک ما یک چیزی معمولی است و خوب استفاده هم برده می شود و این خوراک برای خوان نوروزی یکی از خوراک‌های مخصوصی تاجیکان به شمار می رود. ای خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروزی دیگر مرا برسان. یه در عشقی تو درد میکند دندانم، یه مانندی تنها بیچرخ سرگردانم، یه من حلقه شبم میانی انگشتانم، شاید که به آسانی برایت جانم، جانان گذشت ما ندیدم روشم، هر بالا کشیده با خمی ابروشم، جان این طوری مولا همه کسا میبندم، یک بار نگردان ببینم روشم،
نوروزی که ما همه ساله آن را زمان فرارسی فصل بهار و آغاز کشت و کار جشن می‌گیریم، مرحله های مختلف تاریخی را طی کرده است. آن با مرور زمان و با گذشت عصرها ماهیت و مضمون خود را نه تنها گم نکرد، بلکه واقعی‌تر و معمول‌تر و مشهورتر گردید. اما انصافاً باید گفت که نوروز را در برابر دیگر از کشورهای حوزه خلق تاجیک و حکومت جمهوری تاجیکستان بی‌واسطه و بواسطه حفظ کرد و گرامی داشت و در جهانی شوی آن گام اول را هم برداشت. جشن نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین مردم آریایی تبار امروز قریب در اکثر کشورهای دنیا با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد و گمان می‌کنم بهترین شکل تجلیل جشن نوروز در قیاس با کل کشورهای دنیا در جمهوری تاجیکستان عزیز ما صورت می‌گیرد. با تاریخ پیدایش این جشن ما نظر نماییم و رجوع کنیم به سرچشمه‌هایی که بازگوی تاریخ پیدایش این جشن هستند، می‌توان اینجا از سرچشمه‌های به مثل خب نوروزنامه عمر خیام، کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی و آثار الباقیه ابوریحان بیرونی و گذشته از این از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی یادآور شد که در این اثرهای بی‌زوال بی‌واسطه بابت تاریخ پیدایش و شکل و اسلوب‌های گوناگون تجلیل این جشن باستانی سخنها می‌رود. خیلی که حکیم ابوالقاسم فردوسی میگوید با جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند، سری سال نو هرمزی فرودین، برآسوده تن از رنج و جان ز کین. جنبه‌های اساطیری و جنبه‌های تاریخی نوروز رو اگر چه کنیم مختصر کنیم، پس میگوییم با اون که چرا گذشتگان ما همین جشن را تجلیل میکردن. البته این روزها میتوانیم که از نقطه نظر ارزش شناسی، از نقطه نظر اکسیولوژی و از نقطه نظر گاه شماری، یعنی که زمان شناسی، این بسیار اهمیت کلان دارد نوروز. برای چی؟ برای آنکه در نوروز پیش از همه برابری شب و روز دیده می شود و این برابری شب و روز یک چیزی تصادفی نبوده، بلکه نشان تعادل و عدالت و برابری می باشد. این از یک جهت. از جهت دیگر در اینجا دیالکتیکای نور و ظلمات، یعنی که مبارزه روشنایی و تاریکی، غلبه کردن روشنایی بر تاریکی از این روز آغاز می شود و بنابراین گذشتگان ما همین روز را سری سال نو قرار می دادند. جهانی شوی نوروز و به مرزهای دیگر پهن شدن این میراث نیاگان ما شکوه و جلالش را دیگر کرد. همین است که قوم و ملت‌های علاهیده به نوروز باستانی نگاهی نیک کرده آن را وسیله مهر و محبت، اتحاد و همبستگی، بخشایش و رفتار و گفتار و پندار نیک به خود قبول کردند. ما این حقیقت را در سیر نوروزی خیش از لفظ آموزگاران خارجی که از کشورهای به مانند جمهوری مردمی چین، پاکستان، هندوستان و دیگران بودند به خوبی پی بردیم. بینندگان عزیز، محفل امروزه سیر نوروزی ما ادامه دارد و امروز در برنامه ما اشتراک دارند مهمان‌ها از خارج کشور. آن مهمانانی که زبان‌های آنها در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان با نام ساتیم اولوغزاده آموخته می شود و ما می‌خواهیم که اطراف آن شکوه و شهامت این جشن بین‌المللی یعنی جشن نوروز اندیشه آنها را
گرفته باشیم. در برنامه ما حضور دارند نماینده از جمهوری کره. تجلیل جشن نوروز در جمهوری کره چگونه برگزار می‌گردد؟ در کره باشد اینکه کلان جشن کرده نمی‌کند، لیکن اینجا اومده ما دیدیم که هر سال همین جشن بسیار کلان شد. برای ما همین مدنیت بسیار ناز می‌بینیم. قریب 20 سال اینجا زندگی کرده استودم، لیکن این هر سال بهار باشد، سال نو، این هم باشد بسیار مثلا بسیار معقول دارد. این چی کاری هم که لب دادو هم که باشد سال نو رو فکر کرده میتونه، این بسیار خرسند میشود. در حقیقت جمهوری تاجیکستان با تل و تپه ها، کوهسارهای زیباش، با جشنهای آریاتبارش در تمام جهان مشهور است و ما صحبت را ادامه میدیم و عین حال می‌رویم به نزد دیگر مهمان ها تا از آنها بفهمیم که جشن نوروز در کشور آنها چگونه جشن گرفته می شود. امروز در مهمانی ما هستند از جمهوری پاکستان. میخوایم دانیم که چگونه جشن نوروز در آنجا جشن گرفته می شود. مرحبا. تشکر. نام من احمد سرفراز، در دانشگاه بین المللی زبان ها آموزگار زبانی انگلیسی می باشم. در پاکستان هم نوروز مثل تاجیکستان گذرانده می شود، زیرا که در اونجا هم طرف شمالی پاکستان قوم های آریای نژاد بسیار هستند و رنگی همین که خیلی دسترخوان را می بینند 7 سین 7 میم با آراسته می شود. با همین طور در پاکستان هم عیناً همین طور گذرانده می شود و خویش و تبارها خانه های یک دیگر می روند و همون هفته تازه کنی خانه ها را گذرانده می شود. بعد تجلیل روزی نوروز 21 مارت عادتاً در اونجا می شود. پاکستان دارای 5 ولایت است. یک ولایتش گیلگیت بلتیستان نام دارد که در اونجا بسیارتر همین شمالی پاکستان در جایگیر است، بسیارتر آدمای آریای نژاد زندگی میکنند. در همون جا بسیارتر همین جشن نوروز بسیارتر گذرانده می شود. A dead night, faking apology after a fight. I need a man whose species I can't get up of the corner of the door. I wanna slow dance in the living room like we're eating a sea on a promise grow. Always someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom. I wanna road trip in the summers. I wanna make fun of each others. I wanna rock out to Billy Joel and flip back his how and he call his old. Rickshaw and put my dinner. Let's me describe a winner. When my body changes shapes, you say, oh my God, you look hot today. I need a man whose species I can't get up of the corner of the door. I wanna slow dance in the living room like we're eating a sea on a promise grow. Always someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom.
My father, you lost my mom. نوروز چون جشن شادی آور همه ساله در جمهوری تاجیکستان هنگام فرارسی بهار دقیقاً نیمه سیوم ماه مرد استقبال کرده می شود. مردم ضمن برگزاری این جشن باستانی با اجرای رسم و آیین‌های خاصه نوروز مشغول شده با پیشنهاد رقص و سرود، بزم و چغانه و شعر و سخن‌های جاویدانه نفوذ و اعتبار آن را باز هم افزون می‌گردانند. در سیر نوروزی ما که به واسطه با اشتراک هیئت استادان و کارمندان و دانشجویان دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده تشکیل و راه اندازی گردید، دانشجویان اشتراک فعالانه داشته از خود مهارت و ملکه بلند تشکیلی نشان دادند. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را بس از قطار کی میبینم، گلها را بس از خطا در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. نوروز دیار آمد، پیغام بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. بزم گل در چمن نوروز است، دور گل گل فکن نوروز است، تا به گردون سخن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. سیر نوروزی به خاطر آشنایی بهتر و بیشتر جوانان با آیین‌های ملی و اجدادی، شناخت پهلوهای فلسفی نوروز باستان، مهمیت تجلیل و جهانی شدن آن در زمان جهانی شوی و برخورد فرهنگ‌ها امر ضروری می باشد. زیرا تلاش و زحمت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در راه عمومیت پیدا کردن این عنصر فرهنگی ملت به سبب نیست. همان گونه که می‌دانیم پایداری و بی‌گزند باقی ماندن اعمار ملت و دولت از زنجیره ناگسستنی تاریخ و فرهنگ و دیگر از ارزش‌های دولتداری میباشد که خوشبختانه ما در این مسیر پیشگام میباشیم. اصلا جشن‌هایی که امروز میان مردم ما وجود دارد و با تشبث به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی هر یکی ما شاهد هستیم که امروز هم جشن نوروز، هم جشن مهرگان و هم جشن سعده و به قریبی جشن تیرگان به یک جشن‌های خیلی نظررس تبدیل یافته امروز در فضای تاجیکستان در یک شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌گردند. البته این ثمره صاحب استقلالی میهن است که امروز با تشبث پیشوای معظم ملت ما از میراث گذشته که تا اندازه به یک گوشه فراموشی رفته بودند دیگر باره به این میراث آشنا میشویم و این به ما چی میدهد؟ اصلا این برای تقویت خودشناسی ملی جوانان، برای رشد هویت ملی جوانان به واسطه تاثیر مثبت خود را خواهد رسانید. و اصلا شما توجه کنید جشن‌هایی که ما تجلیل میکنیم از قبیل مهرگان و سعده و نوروز و تیرگان و دیگر با دین و مذهب هیچ علاقمندی ندارند. جشن‌هایی هستند صرف طبیعی. و ببینید 21 مارد چون روز برابرشوی شب و روز است، در دوام یک سال پوره اصلا موافق تحقیقات‌های استرونومی 2 مرتبه شب و روز با هم برابر میشوند. این هم باشد یکی 21 مارد و دیگر تقریبا در سنه‌های 23 سپتامبر. جشن‌هایی که اصلا ما تجلیل میکنیم خصوصیت دینی یا مذهبی یا از دین دیگر یا از مذهب دیگر دلالت نمیدهند. جشن‌هایی هستند که صرف طبیعی یعنی خصوصیت طبیعی داشته هستند و به این خاطر با تشبث پیشوای معظم ملت و دیگر جمهوری‌های حوزه نوروز امروز جشن نوروز
نیاگان ما به یک جشن بین المللی تبدیل یافته است. نوروز که رمز محبت و همدلی است، مردم خصوصا جوانان برابر فرارسی این جشن به الهام آمده با یکدیگر چون رمز عشق و محبت و احترام شعر و ترانه ها تقدیم می دارند. در سیر نوروزی هم دانشجویان دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده یکی از آیین‌های خوب نوروزی که گلبزم می باشد در بهترین شکل پیشکش حاضرین نمودند. گلگیر زی من زی خواب بیدار بشم، از من روح خود متاب هوشیار بشم. گلگیر بر روی و چشم و ابروی بیمار، من یاری تویم تو هم با من یار بشم. گل گفت جوانم به جهان آمدم، از دست جوانان به فغان آمدم. ای بی خبران مرا ز گلزار مبرید، من هم به تماشای جهان آمدم. دختر تاجی چه خوش نمایی، در عالمی حسن گنج نهانی، در عالمی جان روی روانی، چه خوش نمایی. ناز که نی ناز که ای نازنی ناز که، ناز که نی ناز که ای نازنی ناز که، شرخ بزن رقص کن ای نازنی ناز که، شرخ بزن رقص کن ای نازنی ناز که. ناز که نی ناز که ای ناز گل ناز که، ناز که نی ناز که ای ناز گل ناز که. ابرو کمان ای بوت باریک میان، یار زرم شانی لالا لبانت شکر، یارک دلجوی من دخترکی سالی، دل بر شیرین من بیا با پهلوی من، یارک خطنانی بیا بشین در برم ای گل ماروی من، لال بدخشانی. ناز که نی ناز که ای نازنی ناز که، ناز که نی ناز که ای نازنی ناز که، چرخ بزن رقص کن ای نازنی ناز که، چرخ بزن رقص کن ای نازنی ناز که. ناز که نی ناز که ای ناز گل ناز که، ناز که نی ناز که ای ناز گل ناز که. با میرغته بختا زرزه، با میرغته خبای خبر، با میرغته آسمان خدرزه، با میرغته هایوف قبولم. ناز که نی ناز که ای نازنی ناز که، ناز که نی ناز که ای نازنی ناز که، چرخ بزن رقص کن ای نازنی ناز که، چرخ بزن رقص کن ای نازنی ناز که. ناز که نی ناز که ای ناز گل ناز که، ناز که نی ناز که ای ناز گل ناز که. دختر غرمی بدیت گرمی،
دختر سغدی چه مهربانی، دختر مشجا، دختر عینی، دختر درواز، دختر ونجی، زندی جانی. نازکن ای نازکن ای نازنین نازکن، نازکن ای نازکن ای نازنین نازکن، چرخ بزن رقص کن ای نازنین نازکن، چرخ بزن رقص کن ای نازنین نازکن. نوروز همچون رمزی احیای طبیعت و زندگی نو در تمام کشورهای منطقه آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. وقتی که نوروز فرا می رسد، ابتدا آدمان با لباس ملی و آیین‌های عنعنوی خود به پیشواز بهار می برآیند. مردم عادتاً با تناول خوراک‌های نوروزی، بازی‌های گوناگون، نوازش موسیقی و رقص خلقی نوروز را جشن می‌گیرند. این جشن که بیشتری وقت در رسته و میدان‌های وسیع با اشتراک عامه و برگزاری برنامه‌های فرهنگی دایر می‌گردد، در بالا بردن افکار مردم، حس خودشناسی و خودآگاهی و پاس داشتن ارزش‌های فرهنگی مساعدت فعال می‌کند. اونچه که تا امروز جشن نوروز را ماندگار کرده است این است که این جشن ملی هست و جشنی هست که روزی نو است، روزی نو از سال نو احیا شبیه طبیعت و از نو دوباره احیا شدن طبیعت است و نیاکان ما یک احترام ویژه به این جشن داشتن. طور گفتیم نوروز جشن آفرینش است. اونا چنین اندیشه داشتن که در این روز خداوند دنیا را آفریده است، زمین آفریده شده است. به همین خاطر این جشن که جشنی واقعا ملی است و به دین و مذهب ربط ندارد تا امروز ماندگار گردیده است. و بار دیگر تاکید میکنم که در گسترش این جشن که امروز در تمام دنیا با یک شکوه و شهامت تجلیل می شود و در کشورهای عالم نوروز سهم رهبر کشور محترم امان رحمان بسیار بزرگ و ارزشمند می باشد که دولت ملی ما را از نو دوباره احیا کرد و با در نظر داشت سنت‌های ملی دولتداری ملی ما را برآورد. درباره آیین‌های نوروز که هر کدامشان یک فلسفه خاص دارد، البته در اینجا بسیار سخن‌ها گفتن ممکن است، اما وابسته به همون روز چهارشنبه گاه یک هفته گاه چند روزی که در داخل هفته باشد از نوروز پیش می آمد و چهارشنبه سوری می‌کردند و در این چهارشنبه سوری از چیزهای کهنه دست می‌کشیدند و آنها را نابود می‌کردند و به جای آن در روزگارشان چیزهای نو می‌آوردند، از جمله لباس نو، ظرف‌های نو، دیگر چیزهای نو می‌آوردند. این یعنی که نه فقط نوشوی طبیعت بلکه نوشوی انسان و روزگار انسان برابر نوشوی طبیعت را ifade می‌کرد که چنین نکته‌های مهم در تجلیل نوروز بسیار هستند و گفتنی نمی‌شه. و امروز ها ما البته خرسند هستیم که الکی 15 سال می شود که نوروز را همچون نوروزی بین المللی جشن می‌گیریم و ما همچون میراثبران بی‌واسطه همین آیین کهن، آیین اجدادی ما البته از این افتخار. طور اشاره کردند نوروز نه تنها یک عید تقویمی بلکه یک پدیده فرهنگی و تمدنی می باشد که با جهانبینی مردم و عنعنه‌های زندگی آنها زیج علاقمند می باشد. این است که دانشجویان خارجی که حالا در قطار شهروندان جمهوری تاجیکستان در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده تحصیل می کنند چون رمز احترام به جشنهای ملی ما به واسطه ارج می گذارند.匆匆那年，我们究竟说了几遍再战之后再拖延？可惜谁有没有爱过，不是一场激情闪面的雄辩。
匆匆那年，我们一时匆忙给下难以承受的诺言，只有等别人兑现。不管那吻痕还没积累成茧，拥抱至冬眠也没能羽化再成仙。不管这一段情没能空腹再排练，是岁月宽容恩赐反悔的时间。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无关也无牵？我们要互相亏欠，要不然便很怀缅。نوروز نه تنها یک جشن سال نو بلکه یک پدیده فلسفی و فرهنگی با حکمت‌های عمیق می باشد. این جشن هزار ساله ها باز ارزش‌های انسانی، هماهنگی با طبیعت و فلسفه زندگی را در خود تجسم می کند. سازمان جهانی یونسکو سال 2009 نوروز را برای خط میراث غیر مادی فرهنگی بشریت وارد کرد و 23 فوریه سال 2010 باشد سازمان ملل متحد آن را همچون جشن بین المللی اعلان نمود. Nowruz is an ancient celebration of the new year announced by the United Nations as an international day of Nowruz. جهانی شبی نوروز نشان می دهد که آن نه تنها یک جشن محدود ملی بلکه یک پدیده عمومی بشری با ارزش‌های ابدی می باشد. توسط اعتراف بین المللی، گسترش جغرافی و مطابق شوی به فرهنگ‌های گوناگون، نوروز امروز به یک جشن جهانی تبدیل یافته است. تاجیکستان داریم، آباد دیاری کو بدامان داریم. در تخت وطن زی بخت و ایت بادی برم، امام علی
شریکی